صبح امروز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باز تیرپرانی صورت گرفته. بر اثر آن یک سرباز تاجیک کشته شده است. طوری که رسانه‌ها می‌نویسند ناآرامی در مرز صبح صادق آغاز یافته بدون یگان سبب و آگاهی سربازان قرقیز تخمینا ساعت‌های 6 سحر از یاروقوی آتشفشانی از جمله مینامیات به سوی پاستگاه سرحدبانان تاجیک آتش گشودند. بر اثر تیرپرانی یک سرباز تاجیک به هلاکت رسیده. جسم بیجانی عسکربچه آرمانی را به سردخانه مرگ بردند. حادثه در جماعت دیهاتی واروخ شهر اسفره تخمیناً 10 کیلومتر دورتر از مرکز جماعت سر زده است. در همین حال رسانه‌های قرقیزی از جمله اگنتی اکی پرس در تکیه به گفته‌های مرزبانان قرقیز گناه را بر سر مرزبانان تاجیک بار کرده می‌نویسند که گویا سربازان تاجیک اولین شده به سوی دیدبانگاه مرزبانان قرقیز با گراناتومیات و مینامیات آتش گشودند و آنها مجبور شدند که آتشی جوابی گشایند. این بار اول نیست که سربازان قرقیز قصداً به سوی پاستگاه مرزبانان تاجیک آتش گشوده با همین راز می‌خواهند آرامی مرز دو کشور را خلل‌دار سازند. همگی 10-12 روز پیشتر در مرز یک حادثه دیگری تیرپرانی صورت گرفته بود که بر اثر آن 3 تن زخمی شده بودند.